مهران مدیری نظر من از ساعت خشت به بعد به نظر من مهمترین کمدین ایرانه با تمام کار بدش. یعنی یه چیزی تو مهران بوده و الان کمرنگ شده که امیدوارم دوباره پررنگ شه. یه سرخوشی کمدی، یک احترام به مخاطب. سرخوشی کمدی ندارم برای اینکه غمم بیشتر از گذشته است، بسیار. این غمو باید به کمدی تبدیل کنی مهران جان، وظیفته. هر چقدر غمت سنگین‌تر کمدی جدی‌تر. هیچ راهی نداری تو نمیتونی مثل بقیه شی. جواب نی. خندوندن مردم یکی از شریفترین کارهاییه که میتونه یه آدم انجام بده و مهران انجام میداد. و این آشغالایی که من میزنمشون مرتب هیچ شرافتی ندارن، چون واقعا بلد نیستن مردم رو انسانی بخندونن. مهران انسانی میخندون. من یادمه دیگه، حالا یه سری کارهای کم دوست ندارم هست، ولی حتی برره، حتی اون قهوه تلخ تو پیر مردم معرکه بودن. توی فیلمسازا یکی دو نفر هستن اینطورین. بیضایی اینطوری بود. من نقد بنیانکنی راجع به فیلمش نوشتم، مسافران. کیارستمی خدا بیامرز من دشمن شماره 1 فیلمهاش بوده و هستم. منو دوست داشت، منم دوستش داشتم. این فرهنگ نداره.